самарқанд шаҳри бостонӣ, шаҳри кӯҳнатарин шаҳре ки тоҷикони рӯи дунё, форзабонони рӯи дунё буданд, шаҳри самарқанд ҳузур дорем. дар ин ҷо, дар ин хонае ки шумо мебинед, мо дар ин ҷо гостиница будем хоб ҳастем. айни ҳол ба тарафи хӯрдани авқот меравем. این گرم بوی مادر میاد، بوی چجوری من اونجا بودیم. نامی کوچه چی؟ جزوی که فیضانی پرویزان نامی کوچه اسلام کریموف. نه اسلام کریموف نه انا کن میبرویم یک جوی از سیر و سیاحت میکنیم و حراوت میبریم. در اینجا بوی آدم بوی میشود. من خیال کرده ایستادم، حس کرده ایستادم بوی وطن، بوی تاجیکستان. فکر میکنم که من مهمان نیستم، من همچون تاجیک در تاجیکستان حضور دارم. واقعا که دیدم همین رو حس دارم. شهر سمرقند یکی از بازارهای کلانترینی انا بینگره در اینجا و مثل تاجیکستان خوامان تمامی های خاطرمان در اینجا هست. راستی از تاجیکستان اقام فرقتر ندارد. این شهر قدیمترین شهر باستانی سمرقند. در اینجا 95% همه تاجیک زبان‌ها تاجیک هستند. در اینجا مکتبی که اسلام کریموف در اینجا ختم کرده است. همین مکتب مرحمت انا تماشاگینان عزیز، در اون منزل جاگه‌ای که شما می‌بینید اسلام کریموف خواب است. در جای راستگار می‌شویم با سوی آرامگاه. در این طرف حضرت شاه زنده است و زیارت حضرت شاه زنده می‌رود. شهر سمرقند در گربه طرف
میگم در حقیقت شهر زیبا. شهری بهترین برای توریستی.